الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام را الله پاک در قرآن ذکر کرد و اون گفت که انا وجدناه صابرا. الله پاک میگه ما ایوب علیه السلام را بسیار صبر کننده یافتیم که بسیار بنده ای با صبر به دست. یک از خصلت هایی که الله پاک در قرآن ذکر کرد و در دیگر جای قرآن الله پاک فرمود که الله با همراه صبر کننده ها هست. حضرت ایوب علیه السلام خیلی که قصه هاش و روایت هاش در تفسیر ها اومدگی صراحتا و در حدیث های صحیح که بخاری اومدگی هست و در از جمله خطا نکنیم که سوره صافات دم که در اونجا بگم که تعریف کردن حضرت ایوب علیه السلام را. در تفسیر این علما میفرمایند که حضرت ایوب 18 سال به همین درد بسیار بد گرفتار شد. اون امتحان الهی بود، یک درد بسیار سخت بود، یعنی که مراد از مقصد از بد که بسیار سخت بود. و حضرت ایوب با اون یک همسرشون بسیار خدمت اونو میکردن. بعضی روایت ها میگن که نام اون همسرشون رحمه بود، بعضی میگن دیگر نام بود. به هر صورت حضرت ایوب علیه السلام این درد رو تحمل کرده و صبر کردن. در این حالت همسری اون بگیم بسیار طولانی خدمت کردن. این بگیم یک تربیه برای خواهرها که در حالت درد، در حالت مشقت شوهرشون باید با صبر باشن. که از جمله بعضی ها سوال میتن که یک خواهر یا که بگیم که مادر شوهرش به یک درد گرفتار شده است، طول یک سال میشود که با اون درد گرفتار شده است، عقلش کم شده است، اون میتونه شوهر کنه یا نه؟ استغفر الله. که این روز بعضی فتواها پیدا میشد این چنین که اون قبول نیستن، که هر فتواهایی میدهند که مردم گمراه میکنن و آنها گمراه هستن خودشون، که هر فتواها میتن که جایز نیست. از وقتی که اون مادر اون خواهر شوهرشون از دنیا که میگذرد، اون جایز نیست است که اون شوهرشون در مصیبت گرفتار میشه، درد، در کسلی، در مثلا اینکه کم عقلی با اون فرا میگیرد، اون جایز نیست است که شوهر کند. این یک تربیه هست برای مادرها و خواهرها که اون بگیم همسر حضرت ایوب علیه السلام 18 سال به یک روایت خدمت، بعضی روایت ها که همون زیاد از این خدمت کردن. یعنی که با این قدر صبر و با این قدر درد، با این قدر شوهر بگیم که نه گشته میتونیست و نه بگیم که کار کرده میتونیست و همون زن خودش کار کرده و میواد شوهرش رو میخروند. یکی از روزها بسیار شیطان وسواس کننده هست، علیه لعنه، بسیار وسواس کننده هست. گفت که مثلا که تا کی این خی صبر میکرده باشید، تو گفتم که وسواسش کرد و حضرتی بگیم که رحمه با بعضی وقتا که نمش رحمه بود میگفته که با آمد حضرت ایوب گفت که تا کی این خی باقی میمونیم، دعا کن. گفته بسیار چی کرد و حضرت ایوب گفت که اگر که من ساز شوم، گفت من ترا گفت 100 دره میزنم. گفت به این بگیم که تو حدودت رو گذراند. یعنی که و دیگر که هست وقتی حضرت ایوب ساز شد، وقتی که خواست که اون قسمی که خورده بود و اون باید بجا میورد، باید که من گفت که مثلا نظر کرد که من تو را 100 دره میزنم. و که هست الله پاک هم به حال ایوب رحم کرد و به حال همون زنی که خدمت شوهر کرده بود. گفت که یک شاخچه های خورده که از گندم باشد، که اون شاخچه های درخت باشد که یک 100 دانه را جمع کنم با یک طبقه زدی، من از قسمت چیکارم تو را پاک کردم بخشیدم. گفت به هر صورت که حضرت ایوب اینقدر درد و تحمل و اینقدر چیز رو صبر کرد و برداشت کرد، اون فرزندهاش همش هلاک شده بودن. پیش از اینکه درد مثلا که به ایوب فرا بگیرد علیه السلام ده، بچه‌هاش همش از دنیا گذشتن و دارویی اون بگم زراعت و باغای اون همش سوختن رفتن. وقتی که الله پاک در قرآن میگه با همونها رو برگرداندیم، الله پاک وقتی که میگه اونها رو برگردانیم، مفسرین در تحت این میفرمایند که همون مرده هایی که بودن اونها رو زنده کرد الله پاک، و اون ثروتی که سوخته و نابود شده بود اونها رو دوباره الله پاک با برکت فرزنداش و برکت بایگری که الله پاک اون از آسمان بایگریش داد و اونها چی کرد با دویم باره بایگردان. در روایت بخاری است که حضرت ابوهریره روایت میکند، میگه وقتی که حضرت ایوب علیه السلام وقتی که دردش چندین مدت طولانی کشید، وقتی یک روز همین خیل به همون دردش گرفتار بود که از پایان پای اون یک بگیم نهری پیدا شده، میخیل یک چشمه و یک
چاه هم خیل چی چشمه پیدا شد که روان شدن گرفتم خیل و الله پاک گفت در همجا گفت چی غسل کن گفت وقتی که غسل میکرد همونجا بگیم لباساش برآورده غسل میکرد نبی صلی الله علیه و آله در حدیث بخاری است در همون حالت از آسمان تیلاهای میفرماند که به صورت ملخ فهمو نگی فخر علیه جراد من ذهب میگد یعنی که همیشه از پایان فرمانده میگرفت به صورت چی ملخ واری و حضرت ایوب الله پاک گفت که این چی هست این برکت و نعمت من است که اینکه تیلاهای بود که از آسمان خیلی مانند ملخ واری که فرماندن میگرفتن و حضرت ایوب الله پاک در همین نهر آبازی کن گفت آبازی میکرد که میخوام ملخ را دید که میفرند مسرت تیلاواری و ساس شد مختصر اینکه جای غسل کننده مثلا خنک بارید و شراب که دو تا هم خیلی چشما پیدا شد که گفت آبازی کن وقت دیگهش که بنوش مفسرین در جا میفرمایند که اونی که غسل میکرد آبازی میکرد اون بسیار آب خنک بود که تمام جسدش ساسید به فضل الله و اون چشمه که دیگری که بود که دو تا چشمه گفتیم پیدا شد اون چشمه که آبازی میکرد اون خنک بود برای داخلش تازه کردن که تمام درد داخلی و تمام درد خارجیش از بین رفت الله پاک در اینجا ما را به خاطر قصه ایوب ذکر کرد و دیگر که هست در حدیث بخاری از الان گفتیم که این از ذکر کردیم به خاطر که از حضرت ایوب صبر کننده بود و همسری اون صبر کننده بود الله پاک دنیا و آخرت اون آباد کرد بالا این دکره در قرآن شریف ذکر کرد که تا قیامت چی الله پاک برای حضرت ایوب بگیم که تعریفش مان و انسان هایی که بعد اون میان چی میگن ایوب علیه السلام این فضیلت در چی بود این فضیلت چگونه حاصل کرد یکم اون بسیار مرد عابد بود و تقوا بود دیم که از فضل بزرگی که اون بگیم از فضیلتش نفرامد و هم فضیلت ماند باقی ماند و با بعد اون فضیلت دیگر بگیم درجه بلند پیدا کرد این صبر بود برکت صبر الله پاک دعا کنه که ما را در ابتلا گرفتار نکند بدون صبر الله پاک ببخشد و اگر که گام ابتلا و امتحانی باشد برای بخشیدن گناههای ما و بلند کردن درجه های ما باشد الله پاک ما را صبر نصیب بگرداند که از همون عبادت کنده نشیم و از ناشکرگزار نشیم و کفر کننده نشیم الله پاک همه اهل تقوا بگرداند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته